90% مردم وقتی کلمه رایس رو میشنون یاد این دوتا میفتن. اما ما تو فیزیوتراپی یه تکنیک به این اسم داریم. تصور کن که توی باشگاهی و اون مشت پیش میخوره. البته هممون میدونیم که اول باید به یه پزشک یا فیزیوتراپیست مراجعه کنیم. اما قبل از اون این تکنیک رایس که میخوام بهتون بگم میتونه نجاتتون بده. اولش یعنی رست، یعنی باید به اون عضوی که آسیب دیده استراحت بدیم و تکونش ندیم. مرحله دوم یعنی آیس، یعنی باید یه یخ بذاری که جلوی تورم رو بگیره و یه دردش رو کمتر کنه. مرحله سوم یعنی کامپرشن یا فشار، یعنی باید با بانداژ کردن روی اون فشار ایجاد کنیم تا جلوگیری بکنیم از متورم شدنش. و مرحله آخر یعنی الیویشن، یعنی باید اون بالاتر از سطح قلبمون قرار بدیم تا ورمش بیاد پایین و گردش خون تو اونجا راحت تر بشه. مثلا میتونید یه دونه بالش زیر پاتون بذارید. شاید الان که داری این ویدیو رو میبینی زیاد به دردت نخوره، اما اونو حتما سیو کن برای موقعی که توی باشگاه آسیب دیدی تا بتونی حتما از این تکنیک استفاده کنی. و این ویدیو هم بفرست برای اون دوستت که تو باشگاه زود به زود آسیب میبینه.